توی این ویدیو قراره ساخت کیک شیفون از پخت آماده شدن به همراه دیزاین حرفه‌ای رو نشون بدم. پس تا آخر ویدیو با من باش و نکات حرفه‌ای رو از دست نده. سلام، من گلی هستم و اینجا کیک ویت گلی. اگه دنبال آموزش‌های خاص و خلاق هستی درست اومدی. بریم برای آماده سازی این کیک خوشمزه. من برای اکثر سفارشات کیک تولد از این دستور استفاده میکنم. اول از همه توی یک ظرف مناسب زرده ها و سفیده ها رو از هم جدا میکنیم. قبل از اضافه کردن شکر بهترینه که سفیده ها رو تا اندازه‌ای بزنیم که از لختگی خارج بشه. الان نوبت اضافه کردن شکره. سفیده ها رو با نیمی از شکر با دور تند همزن میزنیم تا سفید و قله‌ای شکل بشه. در حین کار چندین بار دورگیری رو انجام میدیم. خب سفیده ها فرم مناسب خودش رو گرفته. الان وقتشه که زرده ها رو با شکر و وانیل با دور تند همزن بزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. در حین کار چندین بار دورگیری رو انجام میدیم و همونطور که قبلا در ویدیوی قبلی هم توضیح دادم این کار باعث میشه که بوی زخم تخم مرغ گرفته بشه و کیک بهتر پف کنه و یک بافت لطیفتر و نرمتری داشته باشه. وقتی مواد ما به این مرحله رسید نوبت اضافه کردن روغنه. بعد از اضافه کردن روغن حدود 1 دقیقه با دور کند همزن مواد رو مخلوط میکنیم. آرد و بیکینگ پودر رو با هم مخلوط کرده و 3 بار الک میکنیم. شیر و آرد رو در 3 نوبت به موادمون اضافه میکنیم. توی این مرحله برای مخلوط کردن مواد شما میتونید از همزن هم استفاده کنید. بعد از اضافه کردن شیر و آرد نوبت اینه که سفیده های تخم مرغ رو در چندین مرحله به موادمون اضافه کنیم. این کار رو خیلی به آرومی باید انجام بدیم تا پف مواد ما نخوابه. خب مواد رو کاملا با هم مخلوط کردیم. میریم که انتقال بدیم به قالب. قالبی رو که من اینجا استفاده کردم قالب 12 است. شما میتونید از قالب‌های بزرگتر هم استفاده کنید. این مقدار مواد مناسب 3 تا قالب 12 است. بعد از اینکه مواد رو به قالب انتقال دادیم قالب رو توی فر از قبل گرم شده به مدت 45 تا 50 دقیقه قرار میدیم. کیک ما آماده است. این کیک بسیار بافت نرم و لطیفی داره و برای کیک های تولد بسیار خوش‌طعمه.
بعد از اینکه کیک کاملا خنک شد من اون رو به چند لایه 2 تا 2.5 سانتی برش میزنم و کنار میذارم تا آماده مرحله بعدی بشه. در قسمت دوم میریم سراغ خامه کشی و دکور کامل کیک سونیک. پس حتما همراه من باشید تا نتیجه نهایی این کیک جذاب رو ببینید و یادتون باشه سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا قسمت دوم رو از دست ندید.